امروز در دوشنبه تاجیکستان هستیم، شهر بسیار زیبا و دیدنی و خلوت با فضای سبز بسیار زیبا. در پارکی هستیم که تندیسی از رودکی سمرقندی، شاعر بزرگ زبان فارسی که پدر شعر فارسی نامیدن رو اینجا میبینیم که بسیار استادانه کار شده و در فضای بسیار زیبایی که پشت ایشون هم با تکنیک موزاییک کار شده این مجسمه نصب شده و بسیار چشم نواز و زیباست. برای من ایرانی که دوستدار فرهنگ ایران هستم بسیار جالبه که بیام در شهر دوشنبه صدها و یا هزاران کیلومتر دورتر از تخت جمشید شاهد باشم پارکی به نام پارک کوروش هست. این نشان دهنده برادری و دوستی ما ایرانیان با تاجیکان عزیز هست. یا اینکه ماکت و نمونه ای از قانوننامه کوروش رو اینجا بزرگ کرده باشند تا همه فارس زبانان بدانند که پدر معنوی همه ما کوروش با این قانون نامه‌ای که افتخار بشریت محسوب میشه. شنیدم که جمشید فرخ سرشت به سرچشمه ای بر به سنگی نوشت گرفتیم عالم به خوبی و زور ولیکن نبردیم با خود به گور. سلام، من کیانوش معتقدی هستم، پژوهشگر و نویسنده. از ایران آمدم به تاجیکستان. دلم میخواد چند کلمه درباره زیبایی ها و اشتراکات فرهنگی بین ایران و تاجیکستان برای شما عزیزان صحبت کنم. فکر میکنم که همه ما ایرانیان و همه فارسی زبانان لازم یک بار به تاجیکستان بیایم و این زیبایی ها رو از نزدیک ببینیم. شاهکارهای هنری که در موزه ها و ابنیه این مجموعه ها وجود داره همش خاطرات مشترکی از حافظه ملت بزرگی که یک روزگاری یکی بودن و امروز باید دوباره به سمت هم بیان و دست برادری بدن. همینطور متقابلا فکر می‌کنم عزیزان تاجیک باید به ایران بیان و این رابطه مشترک دوباره مثل قدیم و گذشته قوی بشه. هنر، فرهنگ، ادبیات بخشای مهمی از این اشتراکات فرهنگی بین دو دنیای ایران و تاجیکستانه که در واقع از یک نقطه شروع میشه و خوانش دوباره اون، دیدن دوباره اون و همه ما این امید میده که برای آینده کنار هم باشیم و بتونیم جهان زیباتری رو کنار هم بسازیم. کوها بی‌نظیره، شبیهش نیست جای دیگه. اینقدر این زیگزاگه و تیزیش و این رودخونه، طبیعت فوق‌العاده. تاجیکستان اولا چون همزمان است، فرهنگ ما خیلی نزدیکه دیگه، اشتراکات فرهنگی و ایرانی زیاد داریم، از رفتار و ادب تاجیکی زیاد شنیدیم.
سالها بود که آرزوی دیدن تاجیکستان رو داشتم و خوشبختانه 2 روزه که اینجام کنار همزبانان و والا من از روزی که اومدم اینجا هر خارجی هم که میبینم یه دفعه خود به خود شروع کنم به فارسی صحبت کردن. واقعا خونگرم، واقعا مهمون نواز و من احساس کنم تو وطن خودم واقعا. الان داشتم به برادرم میگفتم، برادرم هم جهانگرده مثل خودم، داشتم بهش میگفتم که حتما باید بذاری تو اولویتات و اولین سفر خارجی که میخوای بری حتما تاجیکستان باشه. بی‌نظیر مرسی رودکی که اینجایی که ما سیب بخوریم. من از سفر به تاجیکستان خیلی لذت بردم، خیلی خوشحالم که اومدم. اصلا فکر نمی کردم اینطوری باشه. احساس میکنم تو ایران قدیم هستم. زنانی زیبا، مهربان، با لباسای قشنگ هستن. امیدوارم که زنان ایرانی و زنان تاجیکستانی با هم بیشتر در ارتباط باشن، در گفتگو رفت و آمد، تا بتونیم بیشتر با هم داد و ستد داشته باشیم، چون تمدن و فرهنگ مشترکی داریم، حرف همدیگر رو میفهمیم. من که خیلی دوستشون داشتم و اونام این احساس رو به من میدادن، خیلی مهربون بودن. امروز در شهرک باستانی سرزم هستیم و از موزئوم بازدید کردیم. این منطقه در مرز تاجیکستان و ازبکستان قرار گرفته و یه منطقه باستانی هست که باید باستانشناسان ایرانی کمک بکنن در حفاری و کشفیاتی که اینجا میتونه بسیار اهمیت داشته باشه. توصیه میکنم با این وضعیتی که امروز نیاز به روادید و ویزا هم نیست به تاجیکستان سفر بکنند. از این کشور جذاب با مردمانی مهربان و اهل فرهنگ که هم با ما هم زبان هستند، هم دین هستند، هم فرهنگ هستند، هم هنر هستند آشنا بشن و خوشبختانه مردمشون هم بسیار با گرمی و گشاده رویی از ایرانی ها استقبال میکنند و هر کسی که به اینجا سفر کنه یقین دارم من که بسیار شادمان و خوشحال در پایان این سفر از آمدن و رفتنش لذت خواهد.